سلام. امروز دوستان در خدمتتون هستیم با یک بازدید از یک کسب و کار بسیار ارزشمند در حوزه طراحی دوخت و صنایع دستی که زیر نظر خانم میرشایی فعالیت میکنه به مدت 25 سال که این خیلی میتونه اعتبار ببخشه به این مجموعه. حقیقتش ایشون تحصیلات آکادمیکشون رو در این زمینه داشتن و همواره سعی کردن که با اساتید ملی و همینطور بین‌المللی از اروپا ارتباط داشته باشن و تونستن کارشون رو توسعه بدن، به مرحله فعلی برسونن و صحبت‌های خیلی خوبی رو ایشون در زمینه کارشون مطرح میکنن که امیدوارم در ادامه ویدیو ببینید و از اون لذت ببرید. سلام دوستان، منصوره میرشایی هستم، مؤسس، مدیر و مربی آموزشگاه ماه خانوم و مدت 25 ساله که در این آموزشگاه خدمت میکنم. اولش خب یه مقدار با تنها شروع کردم، ولی کم کم به قدرت خدا اطرافیانم مثل خواهرم و دخترم و چند تا از دوستان خوبم و همچنین عروس خانم ها همکاریشون رو با من شروع کردن. با ارتقای مهارتی که هم برای مربی‌ها و هم برای خودم داشتم، سعی کردیم که بیشتر آموزشگاه رو ارتقا بدیم. از اساتید خوب و محترمی که از تهران، از مشهد و همچنین از اروپا مربی رو دعوت کردیم که در مشهد در خدمتشون بودیم به مدت 15 روز و این اثرات خیلی خوبی گذاشت، هم برای مربی‌ها و هم برای خودم که آموزشگاه رو ارتقا بدیم. بعد از چندین سال کار ترجیح دادم که به صورت آکادمیک خودم دنبال رشته طراحی پوشاک در دانشکده الزهرا برم و مشغول به درس شدم و درس خوندن شدم و تحصیلاتم رو ادامه دادم تا کارشناسی طراحی پوشاک رو در دانشکده الزهرا گرفتم. مربیایی که اینجا کار میکنن همه مجوز کار دارن، مجوز مربیگری دارن و سعی میکنیم که هر روز بهتر و بیشتر در کارمون پیشرفت ایجاد کنیم تا بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. در جشنواره ها و در کلاس های فنی حرفه‌ای شرکت کردیم و به این صورت که تقدیرنامه هایی برامون ارسال شد و الانم که آموزش خواهران و برادران رو مجوزش رو به من دادن و انشالله که بتونم همونطور که این مدت 25 سال در خدمت خواهران بودیم در خدمت برادران و کسانی که واقعا علاقه‌مند هستن. فرقی نمیکنه که حالا خانم یا آقا، رشته خیاطی و صنایع دستی چیزی است که امکان داره یه آقا هم بتونه به عنوان یک شغل یاد بگیره و ازش استفاده کنه. بیشتر ما سعی میکنیم که تا حالا که بیشتر حضوری بوده و از این بس سعی میکنیم هم حضوری و هم آنلاین در خدمت شماها باشیم و در مورد صحبتایی هم که کردم مستنداتی هست که انشالله خدمتتون در پیجای اینستاگرام یا واتساپ حتما به اطلاعاتون میرسیم. سایزمونه که من میخوام بهتون یاد بدم چجوری الگوهای سایز رو با اندازه‌هایی که از روی بدن شخص شما میگیرید میتونید تطبیق بدید. تو سینه خطایی که داریم رو همه رو باید کنترل کنیم، خط کمر رو باید کنترل کنیم، خط بازن رو کنترل کنیم. ببینید این سایز 40 بوده، من دو سینه‌اش 92 بوده، 92 رو در نظر میگیرم، سایز 40 رو
باسن هم میتونید روی باسن شخصی اندازه شخصی که گرفتیم رو در نظر بگیرید و اینو درست کنید. به این ترتیب ما میتونیم یک الگوی سایز رو تبدیل کنیم به